درود دوستان، سیامک هستم، گرداننده بازی تخت نرد این دوره از مسابقاتمون. برای ما ایرانی‌ها تخت نرد همیشه پای ثابت مهمونی‌ها و دور همی‌ها و طبیعت‌گردی‌هامونه. همیشه صدای رقصیدن مکعب روی تخت نرد برای ما یک موسیقی لذت بخشه. تخت نرد یه بازی دو نفره است که فضای جمعمون رو شادتر و صمیمیتر میکنه. شادی و صمیمیت بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ما ایرانی است. پس یادتون باشه هر جا که هستید بخندید و شاد باشید. الان فقط تصور کنید که سفید بریزه شیشه چرا باید خب نه اشکال نداره 3 برو روی یک آره بنویس از 4 برو روی یک مثل اون جوکسه هست که رو باید نهیت که باز خودتو نباز روه میبنده ببین واسه آینده خوبه خونه یک خانه کمتری داره من سعید هستم 36 سالمه و امروز اومدیم که یه بازی خیلی خوب و با هم دیگه دور هم داشته باشیم. بنده هلما هستم حدوداً نمیشه گفت چند ساله از زمانی که یادم میاد دارم تخته بازی میکنم. آره من از سال 91 فکر میکنم دارم تخته بازی میکنم و تخته رو از یکی از دوستام یاد گرفتم به اسم محمد ماندگاریان و تا به امروز دست گریخته داریم بازی میکنیم با هم. بله وقتی که خیلی کوچولو بودم همیشه کنار دست پدرم بودم و ایشون بازی میکردم مداوم با دوستانشون یا خانواده همیشه کنارشون بودم. خیلی خیلی کوچیک شاید 4 ساله 5 ساله فکر کنم از اون موقع توی ذهنم بوده. میگن در پس هر ناامیدی امیدی است. ما سعی میکنیم که برسیم. قهرمان هم شاید بشیم شاید نشیم. والا یه بچه‌ها داشتن بازی میکردن اینجا داشتن بازیاشون رو نگاه میکردم یه چند نفری بازیاشون خیلی حرفه‌ای و عالی بود. فرقی برای من نمیکنه. در هر صورت دوست دارم که یه بازی خیلی جذاب و هیجان انگیز داشته باشم. نه استراتژی خاصی ندارم ولی سعی میکنم توی بازی بچه‌ها رو ببینم و در لحظه استراتژی رو بشینم. یه سری استراتژیک ها هستش دیگه. حالا توی حین بازی باید ببینم حریفم چه سبکی رو داره بازی میکنه، من در مقابلش باید بازی مقابل ایشون رو انجام بدم. به نظرم بهترین دایس توی بازی 6 و 1 که دیگه میبندی دیگه 6 خونه طرف رو میبندی و اجازه نمیدی دیگه داخل بیاد. قاعدتاً که فقط به کشور خودم تشبیهش میکنم ایران. شدیداً نسبت بهش ارقم دارم و اگر بخوام به شهری هم تشبیهش کنم من به شهرهای دوستان عزیزی که آذری زبان هستن تشبیهش میکنم. میتونم بازی تخته رو نمیدونم چرا اما کردستان میاد تو ذهنم. احساس میکنم شاید اون چوبشه، شاید سبک بازیه. احساس میکنم به کردستان میتونم تشبیه کنم.
من چون غواصی رو خیلی دوست دارم توی جزیره کیش یا قشم یا هرمزان زیر آب بازی کنم. دوست دارم بازی تخته رو بالای میدون شهیاد و بالای میدون آزادی بازی کنم. خب مرحله بعدی برنامه‌مون رو شروع کردیم با آقای سعید و خانم هلما. سعید جان نظرت چیه راجع به این بازی با خانم هلما؟ میگم نظر رو که باید خانم هلما بدن. تمرین کردین؟ بله با تمرین کامل اومدم اینجا. ما سعی میکنیم به شما الفاق کنیم. امیدوارم که بازی خوبی باشه، هم حتما. خودمون و هم بیننده های عزیز لذت ببرن از این بازی. آرزوی برد برای شما. مرسی همچنین برای چه شما. پیش بینی می‌کنی سعید جان شما؟ میبری یا میبازی؟ نمیتونم تصمیم بگیرم شما الان چی؟ تو دست اول. من تمام تلاشم میکنم ببرم. بسیار عالی. بریم ببینیم. دست تعیین رو میریزن، کمتر بازی میکنن. بفرمایید. خب خانم هلما بفرمایید. خیلی بد شد. نباید میره. بدترم میشه. خب 52 نمیخواد به من بدن؟ فیلم هندی که نیست. این دو. این چند؟ خب بفرمایید. صاف فرمایش بشه. جفت شیش. جفت شیش. الان به درد نمیخورد. اصلا یه نمایی کنم از جفت شیشا. اینم حالا بذار بزنیم. اون که کاری نمیتونه بکنه. خدمت شما. مرسی. جفت دو. یه ذره کم اومد. نمیخوای بشینی؟ بذار استراحت اول بازی باید نیست. حالا بذار ما اینو ببندیم شما استراحت کنید. احتمال مارسی رفت. آره سه بار بیاد پایین. بیاد پایین ولی یه جفت بشکن. آره دیگه جفت یک جفت یک پنیزه تا سه جفت یک آره رو بار داره دوتا. داره رو بار داره. نه اگر جفت 4 بده حداقل. به خودم جفت. آقا این جفت 5 منو بگیرید. این تاس معروف منه. دوستان جفت 5 منو بگیرن. نوشه جون. بفرمایید. بایست. ولی گذاشتم رو جفت 5 ولی به شما نمیده. سه 5 و 3 یه جفت شیشه. 4 و یا جفت 3 فول پرایم میکنه و عملا دیگه سعید دستش بسته میشه. بازم یه جفت 5 بهت میدم. بالاخره نشست. یکیشو نشسته. دوست داشتم بزنم. هیچ جوره نمیزنه.
یه بار به ما رحم کن. این 3 و 1 بده حداقل. برو بالا نمونش. نه بذار بزنه که مارس بکنه، مارسش قطعی تر بشه. به به 2 نرفتم ببین. اگه 2 میرفتم تاز اینجوری جریمم میکرد. مارسیو قبول نداری؟ جوجه آخر پاییز میشمارم. اون 5 اینم چارش. فکر کنم 4 میومد داخل اگر دوست دارین. 4 اونجا اینجا. 4 بودی؟ به نظر من اونجا نبودی. دو چرا من میخواستم 1. 2 هم بهت داد. بس یه جلو، بیا جلو، بیا جلو. آره دیگه بیا جلو. بیا جلو 3 تا بیا جلو، یه دونه بزن. بفهمید. الان سعید دیگه میزنه تو بازی انتقالی و قطعا میزنه. به دردت نمیخوره که. فقط جفتو بخون. 2 اینم 4 2 هم خوبه. بد نیست. تو 5 منو بده دیگه. 4 بفهمید. 4 یه ذره کم داد. 5 3 نمیبندم. این 5 مونه. گاشته؟ این 3. خب الان باید بری جلوتر با 4ش بیشتر 5 میدونم. نه 4 دوباره 5 2 4 2 تاش. این 3 تاش. اینم 4 تاش. نداره؟ نه. نداره. 64 شوش. من 3 و 5 میخواستم. 6 و بش نمیخوام. خدمت شما. 6 بش 6 بشه از خودم میخواستم. این 6ش این 3 2 1 یه دونه بده که باید 2 بهش بده با 8 دیگه. باید یه جلو. 2 8 خب جفت 2ش میزنه، 6 و 2ش هم میزنه. یه دونه تو فردش باید بزنه. نه چه کاری بیا جلو که با تاس بعدی در بیاری. یا اون جلو تاسای بیشتری منو میزنه. واه اشتباه کرد. چرا این کارو کرد؟ جفت نزدم پنج؟ با تاس بعدی این 5 تاش 6 داخله. این 6ش عدد که باز
خودتو نباز. روه؟ میبنده. من دلیل میکنیم اینجا. چی شد دو؟ جفتشو باز نکن، جفتشو باز کرد. یه جفتشو نیست. شیش و یک. یکی شد داد. همینم خوب. یه بار به 6 و 1 میده دیگه، نه، دوبار پشت که هم نمیده. میده. ما میگیم نمیده. نداد که. شبیه یک نیست. نیست. شبیه 7 دوه. 6 و 1. 5 و 2. این دوتاش، این پنجاش. نداد بس. جفتش جذاب نبود ولی خب یه دونه خورده. یه دونه خورده میشه. دارایی که ما خورده. زیاد میچرخونی فکر می‌کنم مثلا بیشتر میده دایسه. شما رو زیاد بچرخونید ببینید چی میشه. به این چی میگن؟ مجله. الاس کرد. فوتبال شد. پایزم. بفرمایید. خب چرا بستی؟ چرا خوردی؟ الان باز کردی. بالاخره راه واسه جوونا باز میکنیم دیگه. دایس که به شما 1 نمیده. 2 3. جفت تو. جفتا رو نداشتی چیکار میکردیم؟ بفرمایید. میتونیم بزنیم نه خیر. تو میتونستین 1 بریم رو خونه 2 بخوریم. آره راست این هم فرصه که من برم. این 6 و 2 ما. هندسه. شش و بش. حکم نداره بازی اگر که جفت ندارم. بنظرم دست رو قبول کن. دست. بله. خب این دست 1 هیچ. برنده‌اش آقای سعید بود. خانم هم شو برنده. میریم برای دست دوم. شروع میکنیم با سعید. بفرمایید. بفهمید. وقتی شما یکشو در رفتی به در نمیخوره. چاره ای نداشت.
4 6 2 اگر که بخواد بازی رو ببرم تک موری رو افشارش بیاره کنیم. یه دو میده. اگه میخواد بازی رو ببره، اگه میخواد بازی رو چالشی بکنه بعد اون نگه دارم اونجا تو خونه سهشو ببنده که فایده نداره. سریع‌تر بود. شطرنج رو بازی میکنم. داتش سریع‌تر. بله بله یکی دیگهش چه تاس بدی. تاسه شما بود دیگه. آره اینجا به درد دایس نمیخوره. اونم بسته است اینم که هیچی. سریع‌تر. 1 جفت 1 دوت یک بیایی نمیبینم اینو ست و در نهایت بخشید 6 و 2 6 و 2 آره باید بذار به پشته میتونستی. آره باید یک 3 هیچ کدوم 6 و 4 جلوی درم میگیره. 6 و 4 میبندیم درسته؟ بله کوه میدادی از اول. اب نداره 2 افشار رو ببند دیگه، افشار رو ببند. ببین واسه آینده خوبه خونه 1 خانه کمتری داد. 6 و 2 این 6ش این هم داشت جفتش 4 مرسی پنج و 4 باز پوزش نداد بس اب نداره 3 و 1 این 3 تاشه این هم یکش چهار و 2 این 4شه این هم 2شه
چون هم 4 میشد. جمعش میشه 4. این خوبه. خدا رو شکر. 52. 52. 5شه. یه دونم همینجوری میخوام به شما بدم. هر سال واسه شما جواب باز کنم. باز ندار؟ 6 و 1. سه و 2. منم ادای شما. خواهش می‌کنم. 6 و 4. مرسی. بالاخره ولی فعلا نشستم. نه. 4 و 2. خیلی دوستان بزنم ریسک بازی کنم ولی سخته. قاعدتا که اینجوری بازی نمیزنید. کردم. شاید داخل مسابقه نبودم میزدم. شست و 4. دیگه بودا هم نمیرسم. از الان تا آخر بازی جفت. شش. 2. 1. دست خانم. بله. دست. با عرض پوزش. بفرمایید. این دست رو هم سعید برنده شد. نتایج 2 بر هیچ. شروع میکنیم دست سوم رو با آقای سعید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. با اجازه. بفرمایید. به به. من این تاسو دوست دارم برای شروع بازی. قابل شما ندارم. خوش میداد به شما. به ما از این آشغالی ها بود. 1 میلیون زحمت. مرسی. 6 و 4. جفتم. این جفتم. شش میخواد چیکار؟ افشارم دارم اونم دارم. اینو بره ببینیم چی میشه. 3. هرچی. این 3. این 2 هم میاد میشه. این کاشتم که درو کنم. من چهار تا میرم تو 4 تا تک نمیذارم به نظرم 4 تا مرسی تک ریسک. 6 و 3 6 و 4. 5 و 1. البته این پرایمش خیلی شکننده است و بیشتر یه کردی. تفنگ دیگه راستش خراب میشه. 6 و 5 خوب نبود چون این ور که بسته است اون دوتا هیچی. ازشون برای من اینو بزنم. 4 و 1. 6 داره تو باز باز کردی. میکنم. این 4 روش. نه. چرا یه کن نشدیم؟ چرا فکر میکنم اون دوتا فقط با همون جوش مرسی. فقط من اینو می‌خواستم.
جفتش 2. این که 2 تاشه. این هم 2 تاشه. جفت 6 و 3. 6 و 3. این 3 شم. اینم 6. چی شد میتونه بیاد بیرون. آره دیگه تک داره. آره سنتیه اصلا نمیتونه بزنه بلند بشه. انداز بیرون. قرار؟ بله. کار بسیار خوبی بود. چرا بریم؟ 6 و 3 بازم خیلی رفت شد. میخوره رو خونه 13. 2 هیچ آره. آره. فکر کنم بتونه این دست ببره. علما این دست رو میتونه ببره. برای اینکه ترایمش اینجا خراب شده با یه 5 و 7 و 4 هم نمیتونه 1 2 جو 5 که شیفش که فوق‌العاده است. سه تا فرار می‌کنه. بعد 3 تکی تو بیام. نه 6 بیاد بیرون 5 بنزا کنه 1. جفت 5. جفت هم خوبه. 5 تا. خیلی بیازار و نامحسوس برید آره داخل. دیگه. این 5 اینم 2. نمیری داخل؟ جفت 5 به من داد. اینو فعلا ببندم. اون برم ببند. این 3 تا. خب دست شماست. 1 2 تا 3 تا 4 تا. مرسی. یه دیگه جفت 6 اومد اون 2 تا اونم 2 تا. تمام. این حکمی گیر هست. نمی‌کنه. نه خونه 4 2 تا اینم 2 تا. تمام. دعای خیر من بودم. خدا خیرت بده. پشمام. یه دونه. نه این اشتباهه. اشتباه 6 و 3 خرابه. 4 و 1. نه بشکن از 6. 6 و 4. الان فقط تصور کنید که سفید بریزه 6 و 3. چرا گفتم 6 و 3. خب نه اشکال نداره 3 برو روی 1. گفتم 6 آره بنویس. از 4 برو روی 1. مثل اون جفسه هست که به من گفته. 1 برنده بازی. نداد. این 1. 2 تاش. این 3 تاش اینم 4 تاش. من دست قبول. شما باید قبول کنید. ما فعلا امید داریم. من جفته رو میخوام به خاطر اون امید دارم.
دیگه حکم فکر جفت می‌کنم هم نداری. دست بله 2 1 بریم برای دست بعد. دست چهارم رو شروع میکنیم با خانم هلما. مرسی. شیشه 6 یکیش دوش شیش اینجاش یه دم دست. شیش و چهار اون تکیه میاد کجا؟ میخوره بغل میخوره تکیه اونو میزنه تکیشو نه میاد تو مهره خودش. هم رو روی در ب- بیا پایین رو مهره خودت. نه دیگه میزنتش. میزنتش نه کیو میزنه؟ این پایین میاد رو مهره میاد رو خودش. مهره سفید. آره ببین چی نمی‌کنه. نه بازی بدی نکرد. اصلا بازی بدی نکرد. 6 درش کردو دیگه. یک مهمون هست. یک یکمونه اینم 5 جنگی شدیم چرا؟ یکم فضای جنگ. دوست نداشت بزنه. زودتر نه چرا این اشتباه کرد؟ یک سه دو این سه دومه خیلی محتاط بازی میکنه خیلی دو یک عقب ترسیده. 5 که بیا بیرون سه شیش سه شیش دو تا سومی باید بزنه چهارمی هم باید بزنه. همینه دیگه چیز دیگه نداره چه جوشیشی؟ بدی بود. 3 تا یه دونه شیشمونم برای شما یکی شیشه دو تاش. یعنی بعدیش میاد روی یکی میشینه دو یه شیشه حکمی هم داره فقط شیش بی بیرون دیگه دو بازی خوبی که دو تاش. خیلی دو میخوای. دو هرچی میخواست این همه انتخاب سه خیلی سه.
3 و 2 3 و کی میبنده؟ افشار رو باید ببنده. به نظرم باید افشار رو ببنده. خونه 3 شو بگیره نزنم. چون یه دونه یه رو بار داره. 3 شو 2 شو بیا بزنه و اونو من ببنده. افشار می‌دم. 3 این 3 نمیدونم. همین که دیگه میدونم. دیگه 3 نمیخواد. بد بازی کرد. جفت 5 یک. باریکلا. باریکلا. دیگه نداری شما؟ آه. بله مجله رو بیارم. بله. الان 3 تا بار داره مارس مثلا آها ما 30 مارس هم داریم. آره. که میتونه امتیاز هم بگیره اگه بتونه خوب بخوره از مهراشین خوب برداره میتونه 30 مارس هم بگیره. دوم بعد جوری خیر بود. خدا خیرت بده. بله. تاس بعدیش فقط 1 و 2 داشته خیلی سال باشه. مارس 3 نشد. تکه. جو 4 و 3 دعا کن سیاه مارس نشیم. داریم مگه توش؟ بله واقعا داریم؟ بله. مگه تو مدرن نبود؟ لطفاً ندیم. این دوتاش نم چهارتاش. این میخوای بری بیرون؟ این چهارش. این یکیش. این سه تاش. این یکیش. خب قبول دارید شما؟ بله. مارسی رو؟ باریکلا. بله حتما. بسیار عالی. نتایج خانم الما 3 آقای سعید 2. بریم برای دست سه دو به نفع خانم هلما. شروع میکنیم دست رو با ایشون. بفرمایید. با اجازه. شدم. مرسی. شش. دو. شش.
4 سه نمیخواستم 5 من 1 2 3 یعنی ترجیح داد که سیف باشه. 2 1 3 سهش بزن دیگه. باید بزنی نباید ترسو بازی کنی. 3 بزن 2 بیار. بعد تا بیاره پایین. ای وای چرا من ترسی بازی میکنم. انگار که به هدفش موثر نیست. الان دیگه بزن تک کنه ها. الان فقط باید بزن. 1 تا 2 تا. چی شد؟ یه جفت 6 بری سعید ببرش اصلا خودش اینجوری شد. اینجا بودین؟ ببخشید 64 این شیشه سعیدم داره. یعنی هر دو تو بردن قشنگ دارن با هم تعارف میزنن. 6 و 1 شیشه بش ای وای سعید. برام نمیشه اصلا. باید وایسا بزن. داره تمام تلاشش رو میکنه سعید واسه. جفت و جفت سعید. دیدی هستم خوبه که هستی. جفت شیش یکی دوتا حرف نزن. ولی جلو نیفتاد. جلو نیفتاد فکر کنم. دوتاش هم به اصلا تموم بود اگه اون موقع اومده بود جلوی با این جفشیش تموم بود. چه بازی تو دیگه وقتی این دو تا رفته اینو باید سایرا کنی. خب این دوتا رو میاد پایین دیگه چرا خونه دو تا میشه کنی میکنی. این چهارش این پیکش چهارش مرسی خداحافظ. جفت شیشه نداشته چیکار میکرد؟ مثل جفت 6 شما که اینجا در آوردم. ادای شما رو در آوردم. این پنجشه اینم باشه باریکلا مرسی جفت عالی بود به ما نمیخواد دیگه برگرد جفت بده جفت 6 دست خانم بله بله بسیار 4 2
خب خانم هلما 4 آقای سعید 2. بریم برای دسته بعد. اما حامی مالی این برنامه که قطعا تا به حال اسمش رو شنیدید شرکت محترم دیناپارت. دیناپارت با سالها تجربه و تخصص در تأمین قطعات خودرو تبدیل به نامی آشنا در این صنعت شده. از هر گذر آسوده گذر. خب دست جذابیه. خانم هلما 4 آقای سعید 2. میتونه دست سرنوشت ساز و دست پایانی باشه، میتونه ادامه دار باشه. شروع میکنیم با خانم هلما. با اجازه. ببینید اگه اینجا سعید چرا یک ببره این دستو بازم تموم نمیشه. حتی اگه مارس بکنه فقط یه حالت وجود داره، اونم که بتونه سیاه مارس بکنه. این سیاه مارس هم خیلی به ندرت میشه. یک این 4 این یک. چرا فکر 2 میکنم توی این امتیاز دیگه لزومی به ماجراجویی نداشته باشه. الان یه تک دست ساده بهترین بازی. اگر عقب میگه به مارس میخواست چرا میتونه حمله و بازی میکنه. باز بهترین بازی. باز میشه. عذرخواهی میکنم. سشتا میترسم. این 2 شینم چراش. درسته. هم میخواستی چی کار دوشه؟ نه خوندمش که دیدم داره درسته میاد. دو جذاب بازی ما. 4 1 6 و 3 و 5 و 4 هم به دردت میخورد به جز 2. یکی و 4 4 1 خیلی ناجوره، چرا که هیچ کاری ازش بر نمیاد. من باشم تک پا رو از جفتشو خونه 23 من اینو میام یک افشار. میتونم بزنمت ولی نمیزنم. دوست ندارم اینا رو باز کنم. خب پیس اینجا داریم. بابا سعودو بزن برو تمام بدن میتونه ببنده. چرا؟ بابا سنتیه معذرت بخوام من میگم مدرنه. شسته سرش برم قرار یا نرم. گلین گاشتم. 4 1 5 این بد شد.
6 و 3 6 و 3 6 و 3 چقدر جفت میداره نوش جونم. نوشه جونتون من جفت ما دعا کرده بودیم که در حق جفنج ندی الان ما رو میزنن اینجا. اگه به شانس شما که نبید هیچ الان میخواد به جفت ما رو جفت داره میده، خدا رو شاکر نیستی. مثل شما به ما جفت بده خدا منم راضیم از اینا. کاش تو من خودم میگیرد. خراب شدنی دارم. یعنی یه تک به من میخوای بدی تا آخر بازی؟ اینجا میخوام 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا یه دونم اینجا بیریم. الان آزادانه تر تک میدم دیگه. سه تا وقتی که اینجا بودی میترسیدم. دیگه ما کاری میخوایم بکنیم شما نترسیم دیگه از بازی با آقایون. 3 نده. 3 دادی؟ 3 خوبه که شما که باید نشد. 6 و 3 اینجا دیگه یه نیمچه آمیدی داریم. 6 و 3 یعنی یه تک هم به ما ندید. شیشه بهش میده به شما. 5 و 2 این 2 و 5 یه دونه میاد این برتر. شیشه بهش جفتش. موفق و پیروز باشی. این 3 5 خیلی خوشحالم که داری بازی میکنی و ادامه میدی. نه اگه مارسو قبول نمی‌کنی که نه دیگه آخه الان اصلا مارسی یعنی- دیگه معنایی نداره. خب آقا ولی جفسه داره میاد. موفق خیلی باش. ممنون. خوشحال خیلی شدم از ممنون، بازی شما. مرسی. واقعا من دلچسب بود. واقعا لذت بردم. مرسی. دوستم داشتم که خواهش انقدر می‌کنم. شما هم بازیتون خوب بود، خواهش تاستون هم خوشگل بود. زنده باشین. دعای زنده سلام. بتونم. ولی دعای خیر ما بله شامل خیلی حال شما ممنونم، خیلی متشکرم از ممنون. لطفتون. مرسی از شما. خواهش میکنم. ممنون. خب مرسی از دعای خیر شما. خواهش می‌کنم. و مرسی از شما. این بازی تموم شد با برد خانم هلمان. چون قدیمی ترین تخت نرد جهان توی ایران و در کاوش‌های شهر سوخته کشف شده، این بازی رو به ایرانیان نسبت میدن. این بازی مربوط میشه به اردشیر در دوره ساسانیان. به همین خاطر هم بعضی از قدیمی‌ها به این تخته نردشیر هم میگن. نیاکان ما با درک عمیقی از محیط اطراف و پیرامونشون این بازی رو برای ما طراحی کردن و تمام مفاهیمی که درک کرده بودن رو تو این تخته، تو این بازی برای ما به ارمغان آوردن. این بازی با مفاهیم عمیق و نمادهای فلسفیش گواهی بر هوش و ذکاوت ایرانیان از گذشته تا به امروزه. همونطور که می‌دونید تخت نرد 4 بخش و 4 قسمت داره که نمایانگر 4 فصل ساله. و چرخش مهره‌ها در این بخش‌ها نمایانگر چرخش روزها در فصل هاست.
پس بیایید به این میراث گرانبها و فرهنگ و منش ایرانیان ببالیم و به اون افتخار کنیم. من که از بازی واقعا لذت بردم. حالا بازی که تموم شد به بچه‌ها هم داشتم پشت صحنه میگفتم چقدر آقای سعید پسر گل و آقا و دوست داشتنی بودن. حالا دعای خیرشون هم که همش بدرقه بازی من بود. دستشون در نکنه. بازیشون هم اوکی بود، دوست داشتم. در کل از بازی واقعا لذت بردم. خیلی خوب بود بازی. فکر نمی‌کردم بازیشون انقدر خوب باشه. البته که شنیده بودم بازیشون خوبه، ولی فکر می‌کردم که ببرمشون. اما وسطای دست بازی برگشت. 2 دست آقای سعید بازی رو جلو افتادن دیگه. دایس با ما همراه شد دیگه. بعد از اون فکر میکنم بیشتر از دایس دعای خیرشون بود. شاید یکم استرس بود. حالا شاید کلیشه‌ای باشه این استرسه، ولی شاید یکم استرس بود. ولی بازی طرف مقابلم حریفم واقعا خوب بود، قبول داشتم و بردشون مبارکشون باشه. فکر میکنم آقای امید رقیب من باشم بیشتر توی بازی. امیدوارم حالا هر دوست عزیزی که دور بعدی ما با هم بخوایم بازی کنیم همینقدر داشت با من همراه باشه. 2 دست آخر که دست در واقع سرنوشت ساز بود، خیلی پشت سر هم جفت می آوردن. جفت 4، جفت 6، جفت 5 و دایسای جفت من خیلی کم آوردم. فکر میکنم تو طول بازی شاید 3 یا 4 تا توی 5 دست که نه، فکر میکنم 3 دست 4 دست شد اگه اشتباه نکنم. جفت به من نداد و این بدشانسی هم بود. پای فینال میشم خیلی توی دور اول. آره میشه یه پای فینال. دقیقاً الان میریم پای فینال چون که رفتیم تو 4 نفر. خیلی ممنون از شما عوامل پشت صحنه، بچه‌ای که واقعا زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه. خیلی خوشحال شدم که دیدمشون. چه کاری میتونم براش بخونم؟ آقای امید چقدر میگیری بری خودت بذاری و بری. بعد اون وقت اون آهنگرم بخون بذاریم برم. من فکر کنم جایز باشه اونجا براشون. در پیچ و تاب نرد عاشقانه، گوهر خیال دل زمانه، هر حرکت بمانند شعر شیرین، رنج و صفا در نردی جانانه. هر مهره‌ای حکایتی دیرین، گویی که راز و رمز هی سنگینی، دورانها از دل صحنه خیال، معمای انسان بر صفحه عجیب، نقش خواب نرد در شبهای دور، ایمند آدم‌ها در اندیشند، با دل و جان به مهره ها بنگر، حکایت عشق تا صبح صبور. هر برادر نرد همچون یک کتاب، قصه‌هایی که هست پر از پیچ و تاب، مرغ خیال بر چرخ زمانه، رقص راه در بازی بی‌شتاب، به هر حرکتی معنایی عمیق، زندگیتان در نرد است دقیق، شاهان و عارفان و رهگذران میابند در نرد نقش دقیق، نقش خواب نرد در شبهای دور، پیوند آدم ها در اندیشند، با دل و جان به مهره ها بنگر، حکایت عشق تا صبح صبور.